جناب دانوچه رادیو دنگه کلتن باش ایرو 20 تباخ 2025 چارشم لبریکسل ساعت 15 آمده 16 گدارن هیچ منوچه هم پیشکش بکن دم آزادیاری بر اپوی جه فرماندار این هپگی حقی آرمانج خالا فرماندار پیشنگ تفگر آزادی نورالدین صوفی کرد. حقی آرمانج ده بشه شهید نورالدین صوفی 32 سالان بیناور جبو آزادیا گله کرد کوشیا وکی حوال نوی امل سرشو با حوال صوفی بمشن و آرمانج نوی پیک بینن. حوال نورالدین ما سال 2000 دید نزده و سال ناس کنه مچه بو بر خدا باکر کردستان هم ده هر قادا ناوین کو الان هری گرینگ بود تفکرامه یعنی سکنال هم بر تسیه‌گریه بود به هیویتی به باورتیه بود آتش آتر بیچاره ما تفکر بنا خدا اوندای مازندان یعنی پیواجو کو حوال نورالدین صوفی لور بود او پیواجو صاحب سینه اکتیف پیش کرد که حوال نورالدین صوفی پر مازنه باندور آخواه یعنی هم دوار لشکری ده سر دجمن تاکتیک ده سر حوالا سکاس وقت شکل سر جواکا قادجی باندور پر ارینی پیش خسته بود دمکشون ده بو فرماندار بریارگاه ناوندی 2010 11 12 که ده هریزی ده امازن دوی شهری ده به چرچه شهر گلی شورشگری ده که دامازن آهوال نورالدین صوفیه راستی اوس انرژی که وی پرخورد هبو و دخواستم به حوالا را پارکه 2012 جردی هات بوتانه وربون هات گرمه یعنی فرماندار بریارگی هاتیه بوتانه سر خواه بیرون مرارا کهیجانت شکره بلاره اوسا در باسی جاردی زیوری پایزا درنگ بود در باسی قدا پراسنا مدیا بود پیدوی چه بود که در باسی روژاوای کردستان به همان به عشق مازن در باس بود یعنی 32 سال خواه جبوی آزادیا گل کردستان جبوی کردستان کد مازندان یعنی هم وقت فرماندار هم وقت پیشنگ زانبونا خواه پر خورد بود شو به پر دیار کو جمعه هشتن تجاره مرا نکار بیش بیر که لازمه وقت ره حوالی وید سری ده و طبعی کچو خورد کردستان شوپار خطاوی بن پروژه جواکا دموکراتیکای جلان دکاره به رچته رزگاری گلان پارلمنتر بر هودا کایا جهانشانس مزوپوتامیای را آخفی او گد پیواجوی جواکا دموکراتیک عبدالله جلان رچته رزگاری گلان او دکاره جبو خزای به بچاره سری هودا کایا گد که سیونیزم ایدئولوژی که دوزا جوهیان به تیگیشتنه که اولی او هگمونیک پیکتینه اف شوازک جپراتیکن دموکراتیک دوره زور داره اسرائیل به وی پولیتیکای لفلسطین گلک تراژدین مزندکه ام ترکیه نبیانین وان پولیتیکایان و نجات پرستی ال ترکیه به خاصی سیونیزم ل اسرائیل هشکه هودا کایا گوت کو 100 سالن کرد راستی ایرشن تنکرنتن مال گندو تاخین کردان تن شوتاندن و ایران کرن اف سیاستا انجام هزیناون توین او ام همو به پولیتیکاین خاینین هرمی دور پیچ کرنه به تایبتی گل فلسطینی به خیانت که مزن را روبرویه هودا کایا گوت دوی آوانی نتو دولت جی تفگرن شورشگری جی جهر تشتاک و قومینه درسان درخینن جبو پیدا کرنا رفرانسا جواکا دموکراتیک دوی چه بیکرین گرینگه مدل جواکا دموکراتیک یعنی رچته بریز عبدالله جلان دکاره به بچاره سری همو جواکانو گلان جبر کو اف مدل همو پرسکری که این بناکوک چاره سرده که رفرانس بریز جلان پیشنیازه که پر جدیه و آواکرنا جواکا دموکراتیک جی جناسنامه باوری و چاندان ویده تره وکه پروژه که آواکرنا ریوبریه که و پیشروژه که آزاد آشتیخواز و وکه و هر کسی دگره نافخواه اف مدل پیشروژین هر کسی گارانتی دکه و رچته یا رزگاری جبو همو جواکانو گلانه تحلیه یا مروان دمیرتاش هات آستن کرن
لشونا کو مروان دمیرتاش ده 8 آذر 2024 ده مافی خوی سربست بردانا به شرط بکار بینه و وره بردان جزای وی دیسیپلینی وکه هنجه تات نشاندان و نه تالیه کرن. لمروان دمیرتاش به هنجتین کیفی ین وکه به ریزی کرنا درشمیان و لیخستنا دریان جزای دیسیپلینی هات برین. هر وها گریدای کریارن پیک هاتی جی جزال دمیرتاش هاتیه برین که اف جزا جی جبو تحلیه آستنگه. لگوری آگاهین هاتم به دست خستن دمیرتاشی دناف ده گرتیان جریوه بریا گرتیگه را دخوازنامه شاندنه و دیار کرنه که اوی چالاکی نچونا هفدیتنا گرتی لدار بخن. لیباله چالاکیا بربس پیک نهاتیه او هفدیتنین گرتی با آوهی که نورمال هاتن کرن. تبیوهی که جی دخوازنامه وکه هنجت هاتن نشاندان و جزای دیسیپلین لیهاتیه برین. نیبل گنج پشتی 31 سالان هات بردان. نیبل گنج پشتی 31 سالان جگرتیگه درکت. دویا بو 14 ایلونا 2024 ده جگرتیگه هات بانا بردان لجبر بریارین کیفی دولت ترک ما ایرو. تفگر جنین آزاد ما تو هایدر دم پارتی لبردری گرتیگه هاشنان باکر köye پیشوازی کرن. نیبل گنج جبو پیشوازی کرنه سپاسی کر و اف بیامدا. سپاس دکم جبو حوالین هاتنه من پیشوازی دکن. دگرتیگه آنده هیجی به صدان حوالین مگرتی هنه. دخوازا ما اوه همو حوال جگرتیگه در کهون اموان پیشوازی بکن. شروان شروانی جزا گرتن و مرن ندخما بدهیه. پشتی که دو روزنامه‌وان و چالاکوان جواکی شروان شروانی جالی دادگاه بنسلاوا یا حولره به 4 سال و 6 ماه جزا کرن بریا تلفن پیامکتا. بلا هر کس من پیروز بکه از نها ج 4 جهان بریندارم لی از برین خواه بکم سمبولا برخودانا گلی خواه. جه هر کسی را بیجن شروان جبلی که او بدنگه که بهز بلند و ناروخه تو تشتکی وی دن جه مافیای را بیجه تونهیه. از دزانم که از جبر و بانگا پیام خواه یا تلفونی جی ورم جزا کرن لی نه جزا نه زندان و نه جی مرن غمام نینه. برخودانا 223 کارکرین جالی خیو میوانه و جکار هاتن آویتن ددومه. شاردار گل یه وانه به آوایی که سیاسی و کمپلو جکار هات دور کرن و شارداری به تاین کرنا قیوم هات خسب کرن. قیوم خسبکار لشارداریا وانه ده یکمین کاره که کره پراتیکه 223 کارکرین شارداری جکار درخستن. 223 کارکرین شارداری وانه جی کریارا زورداری و نه حقوقی به مش چالاکین رونشتنه و زنجیرین مروان شرمزار کرن. دو جی کارکران به پیشنگه پلاتفورما کدو دموکراسی یا وانه دیسک و گنلیش چالاکی کرن. کارکرین کل پارکا فقیه تیران کم بون حتی به آوایی دیسک مشیان و زنجیران مروان پیکانین. هفشاردار وانه عبدالله زیدان که قیوم لشوناوی ارکتار کرن پارلمنترین دم پارتی öznur بارتن نونر سازین جواکی و گل دستک دان کارکران. پشتی مشه لسر ناف کارکران آتاکان آشکان داخویانی خوند و گوت ام 223 کارکرین به سالان کت خودان و جیان خواه جبووی باجاری ترخان کریه. ارکا خواه به رومتی به جیانیه. نه دزی کریه و نجی تالان کریه. پشتوانی کد و رومت آمه. ام کارکرین زاروکین وی باجارینه. لوانه به قیوم ریوبریه که نه قانونی شارداری گل و کار دست سر کرن و چاف بردانا کدامه. انیام زلال روی پاقشه. ام بکد و رومت آخوا لفرن و قیوم خسبکار و بچه. پشتره پارلمنترا دم پارتی öznur بارتن آقفی و گود گل دسیویه که آداره ده ذهنیت قیوم محکوم کر. مخابنی رو ام دیسه به همان روشیر روبرونه. دوی آکه پزانه بکو دموکراسی و پیواجوی آشتی به قیومان نایاوا کرن. کارکرین و مشهاتن بر آوایی کسکه به چپکان داویل چلاکی اخوانین. خلیفه پنجم یه دایشه لسوریه هات کشتن. لگوری مدیا عربی که آگاهی خود دسپیره چند چافکانیان لناوا سوریه ویسه به هزین هفپیمان ناو دولتی یا لدشی دایشه اپراسیون هوایی لدورا اتمه یا لگندن در دور پارزگه ها ایدیبا سوریه لدارخستنه. هاتیه گوتن که ده انجام اپراسیون هوایی ده پنجمین خلیفه ریخستن تروریستا دایشه ابو حفص هاشمی قریشی هاتیه کشتن. جبو جنگه پارز محمد حیدر شین هاتانین.
جنگ پارێز محمد حیدر و آریم مختار ددما و مراندنا شواتا لهلبچه ده ده 18 تباخه ده جیانا خوش دستابون. جبو جنگ پارێز محمد حیدر لهلبچه کون سرساقی هاتانین و ولاتی کم بکم چون سردانا کن. ده سردانا شینه ده بردف که پولیسین دارستان و جنگه یا هلبچه فرمان اومر جروج نیو سراخفی و گد دوار شواته به ماین و آمورین تقین تجبو باجی خورد بو جبر کو آمورین پیوستین و مراندن نبون آگر بلاو بو. پسمام جنگ پارێز محمد حیدر تاها شیخ محمد جی گد اف بویرک دلش بو جبو و داخواز جهمو والاتیان دکم کو جنگ آخوا بپارێزن. دما دچن در و نبن سدما شواتین دارستانه. تاها شیخ محمد دسلاتاری جی رخنکر و گد دبی دسلاتاری آمور و پیوستین تایبت ین جبو و مراندن آگر دابیم بکن. اگر آمورین تکنیکی وقت درون و هلیکوپتران نبن آگر لخادین ماینکری ناین و مراندن دبی دسلاتاری به ارکاخوا رابه. عراق بریار شاندن موچه کارمندین هرمی دا. ده جوین ایرویا دسته وزیران یا عراق ده به شرط بریار شاندن موچه مها هزیران یا کارمندین هرم کردستان اری کرد. دسته وزیران یا عراق تن بریار شاندن موچه مها هزیران ادایه و چارنوس موچه مها تیرمه هن دیاره. هر اوها ده جوینه ده جبو را دستکرنا پترول و دهاتا نافخوایی در فتح دنج هرم کردستان راحتی داین که دوه هرم دناوا و هفته ده 120 میلیارد دینار دهاتا نافخوایی را دستی بغدای بکه و دست به هنارده کرنا پترول به دست بکرن. لگوری آگاهیان تمام کرنا کار لجنه یا دربار دهاتا نافخوایی و شاندن 120 میلیارد دینار دهاتا نافخوایی یا هرم کردستان لگل پابندبونا شرکت پترول شرکت حکومت عراق یا هرم کردستان ره. 4 علوی لزندان دسلاتاری دمکی یا سوریه هاتن کشتن. ناوندا چاودری مافی مرووانا سوریه سهره راگاند که 4 علویین ده زندان دسلاتاری دمکی یا سوریه ده دهاتن گرتن هاتن کشتن. سوره دازانین که 4 زلام جگند ال قنایه ی نافچه ال قبو یا پارزگاه همسه بون جدست بکا ساله وگرتی بون. سوره را گاند که وینه یک جن خوشخانه آل توپ ال شری یک جی 4 گرتین کشتی نشان داده. لپاش اشکره بو که 3 گرتین دنجی هاتنه کشتن. سوره گوت 2 کشتیان برابون خواندکار زاننگه بون و لگورستان آل ناصر هاتن بشارتن. نواندا چاودری مافی مروان هری داوی گوت حتی نها 55 کس ده زندان دسلاتاری دمکی یا سوریه ده هاتنه کشتن. پرانی آوان جباجار همسینه. ایران گفل اسرائیل خوار ام خودی کپاسیته که هین خورترین. وزیر پاراستن ایران جنرال عزیز ناصرزاده دقیانی دا آژانس نوچهان وست آسیا آکو نواندا و تهران او گفت فیزه اینکو دیرشا 12 روزانه هاتن بکارانین بریا به سالان هات بون هل براندن. ایرو مفیزه نوین خودی کپاسیته این خورت راوا کرنه. اگر رژیم سیونیست هول به دیرشا کدن بکه تقضا میوان بکار بینن. بریا و داخیانی 2 روزا نالیکار سروک یکمین ایران محمد رضا عارف افشیاری دابو دبک و شرکی نو به اسرائیل را درکوه. لافغانستان خزا یک وکا کمکوژی رودا. لباجار هرات روژافای افغانستان اتوبوسا پنابران و کامیونک بارکری لحف قلبین. خزای لنافچه گوزارا یا باجار هرات رودا. ریوبریا پولیسان را دگینه که قضا جبر لزا زیده و بالدار نبونا شوفر اتوبوس پیکاتیه. اتوبوس جره درکتیه پیشی لموتوسیکلت که خستیه و پش رجی جکامیونه که پترولا بارکری قلبیه. ده انجام قضای ده شواتک مزن درکتیه. لگوری رایداران ده قضای ده 19 جزاروک هریکم 76 کسان جیان خوش دستانه. هاتر آگاندن که ده اتوبوس ده کشبرین افغان انجی ایران و دگریان هبون. اتوبوس لدری سینور اسلام کلای برکت بو او بر به کابل ودچو. یک جوالات هری زده قضا ترافیک لرود دن افغانستانه. اف قضا جبر نباشبونا ریان بالدار نبونا شوفران و کمبونا چرخا چاودری پیکتن. گدارن هشامنو چه پیشکش کرن